اما سریال امروز ما از پربازدید ترین سریال های در حال پخشه. به گفته کاربرا اصلا قابل پیش بینی نیست. های گایز، من یاسیم و اینجا کانال تاک تو مووی. تالک میکنیم راجع به موویا و امروز داخل اپیزود جدید مورد انتظار هستیم. داخل این اپیزود من سریالایی که با اومدن چند قسمت تونستن خوش‌ساخت بودنشون رو به بیننده ها برسونن بهتون معرفی میکنم. و دسته دومم سریالایی هستن که قبل از اینکه پخش بشن و با همون اطلاعات اولیه که ازشون بیرون میاد مورد توجه عموم قرار میگیرن. اما سریال امروز ما جزء دسته اوله و یکی از پربازدیدترین سریالای در حال پخشه. سریالی که هفته به هفته داره ریتینگش بالا میره و سریال توی این 7 قسمت به شدت خودشو تو دل بیننده ها جا کرده و خودشو اثبات کرده. سریال ارتباط یا کانکشن با IMDb 8.3 با بازی فوق‌العاده جیسونگ. این سریال برای علاقه‌مندان به ژانر اکشن و جنایی و رازآلود و هیجان انگیزه. خلاصه سریال گفته شده که جان کیونگ یا همون جیسونگ یک کارآگاه در بخش مواد مخدره. اون اعتقاد داره که ضعف در موفقیت زمانی اتفاق میفته که پای ارتباطات شخصی وسط باشه. همین دلیل وقتی احساس خطر میکنه از دوستاش، افسران پلیس و حتی خانواده‌اش هم فاصله میگیره. سپس درگیر یک بحران میشه. جان کیونگ توسط شخصی مجبور به مصرف مواد مخدر میشه. از نقاط قوت این سریال یکی فیلمنامشه و یکی هم بازی خوب جیسون که خیلی مورد استقبال عموم قرار گرفته. از دیگر بازیگرای این سریال جون میدو که داخل سریال پلیلیست بیمارستان، کیم کیونگ نام که داخل سلطنت ابدی حضور داشته. خب اینم از معرفی این سریال در حال پخش. اگه از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم لایک کنید و اگه به دنیای فیلم و سریال علاقه دارید کانال من رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای من با خبر بشید. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.